سلام، این اولین ویدیو یوتیوب منه و میخوام توش بهتون یاد بدم چجوری یه میکاپ روزانه سبک برای سر کار داشته باشیم. من خودم تو میکاپ کردن اونقدر حرفه‌ای نیستم، اصلا کلا حرفه‌ای نیستم، مثلا سر رشته‌ای ندارم، نمیدونم چی درسته چی غلط. فقط یه چیزی که همیشه آرزوی من بود، همیشه دوست داشتم انجامش بدم، این بودش که چنل یوتیوب داشته باشم و فعالیت یوتیوب داشته باشم. و وقتی که با خودم تصمیم گرفتم اولین ویدیومو بذارم، گفتم که نمیشه که تو اولین ویدیو کاری نکرد یا فقط بشینم براتون صحبت کنم. بالاخره باید یه جا شروع کرد. من هیچ سررشته‌ای توی آرایش کردن ندارم، صرفا چون آرزوم این بوده همیشه که یه چنل یوتیوب داشته باشم و با خودم کنار اومدم. به دور از این که اسم میکنم زشتم، اندام خوبی ندارم، خانواده مناسب این کار به دور از این که هیچ چیزی ندارم، دلم خواست که بالاخره از یه جا چنل یوتیوبم رو شروع کنم. ببینید، من وقتی میخوام کرم پودر بزنم، اول میریزمش روی دستم، یه چند ثانیه میمونه، بعد با براش اونو اینجوری روی پوستم با این براش کرم پودر اینجوری روی پوستم پخشش میکنم. وقتی که با این براش کرم پودر روی پوستم پخشش میکنم، باعث میشه کرم پودر بیشتر روی پوستم بمونه، نپره، چون کرم پودر رو پوست من میپره و اینکه باعث میشه دیگه اونقدر پنکیکی نشه. واسه همین اینجوری با این همه جای صورتمو میکشم. پالت سایم یا رنگ صورتی رو انتخاب میکنم یا رنگ قهوه‌ای رو، برایم نداره. رنگ خیلی خیلی کم، فقط در حدی که پشت چشمون یه عمقی داشته باشه. با انگشتم میزنم اینطوری، یه ذره بهش عمق میدم. بعد یه رنگ روشن‌تر از اون چیزی که زدم گوشه چشم میدم، خیلی کم، چون دارم میرم سر کار و نیاز اونقدرم آرایش داشته باشیم. اینم یه آرایشیه که قراره همینطوری واسه یه ثانیه میخوای بری نون بگیری و اینا، یا چه میدونم یه دقیقه میخوای بری خواهرت از مثلا کلاس بیاری، در اون حد این آرایش روزانه است. در یه کوچولو از رنگ قهوه‌ای یا صورتی که یکم عمق داره به اینجا میزنی و یه کوچولو هم از رنگ روشن‌تر یا شایندار به گوشه چشمم میزنم. بعد سنجد رو تو تشکیل، البته شما ندارینش، بیا اینجا سنجد از اینجا میخوای رد چی؟ بیا اینجا رد شو. و خط چشم خیلی کوتاه، یه خط چشمی که پهن نباشه میکشیم. من خیلی دوست داشتم یوتیوب رو شروع کنم، یعنی همیشه دوست داشتم یوتیوبر باشم، ولی هیچ وقت هیچ ایده‌ای نداشتم و نمیدونستم چجوری میتونم یوتیوبر باشم. تا اینکه یکم توی اینستا اینا چرخیدم، تو یوتیوب چرخیدم، دیدم نیاز نیست کار خاصی بکنی، نیازه که خودت باشی. و خیلیا بودن که با امکانات کم، با مثلا حالا آنچنان هزینه نکردن یوتیوب داشتن و یوتیوبر بودن. واسه همین منم دوست داشتم که اولین ویدیومو بذارم، این روند رو شروع کنم. شاید اولین ویدیوی باحال، جالب و خوبی نباشه، ولی از این بعد میخوام کلی ولاگ بگیرم، ولاگ بذارم و بالاخره هر حوزه‌ای قراره بیننده های خودشو داشته باشه. شاید یه نفر 2 نفر از من خوششون اومد، خواستن ویدیو همو دنبال کنن، نمیدونم، بالاخره میشه. یعنی الان دیدگاه هم اینه که بالاخره میتونی یه جوری توی یه حوزه‌ای خودتو جا بدی و یوتیوبر بشی پانیز. چون من عاشق اینم که یوتیوبر بشم
راستی من پانیزم، 20 سالمه، دانشجو رشته زیستم توی دانشگاه ملایر، دانشگاه دولتیه. خودم کرج زندگی میکنم، دانشگاه هم شروع بشه میرم ملایر. من اینجوری کانتور میکنم چون یکم بینیم هنوز پف داره، یکم زیر بینیمو مشی میکنم که بهش عمق بدم، کناره هاشو یکم میکشم چون بینی من کناره نداره و مرزی بین صورتم و بینیم نیست، بخاطر یه مرز خودم ایجاد میکنم و یکم هم اینجا سعی میکنم کانتورینگش کنم و صرفا کانتور حس میکنم برای من، یعنی برای من اینطوریه که به خودم حس بهتری میده. من خیلی از براش استفاده نمیکنم، همه کارم با دست میکنم و اینطوری. بچه باور کنید توی آینه خیلی خوشگل تر ویدیو میدونم چرا اونقدرم زشت نیست. میتونیم به چنل یوتیوب داشته باشیم. ای گازم گرفت. ای بابا آرایشیش کردم، حالا باید خوشو پاک کنیم. فعلا توی هایپری کار میکنم، از اون آدمایی هم که خیلی کار عوض میکنن و یه جا نمیمونن. قبلش فروشنده بودم، قبلش تو آزمایشگاه کار میکردم، ولی الان توی یه هایپری چیدمان انجام میدم. صندوق دارم. چیزی کشف کردم کانسیلرم اول با این پرده کانسیلر زیر چشم پخش میکنم. خب با این پرده کانسیلر زیر چشم پخش میکنم، بعد چه حرکتی میزنم با این بلندش میکنم. نمیدونم چرا ولی باعث میشه کانسیلرم خیلی بیشتر بمونه، چون 8 ساعت سر کارم، دوست دارم که آرایشم بمونه. کلا آدمی بودم که تا تقریبا مثلا 1 سال پیش حتی تو دانشگاه هم آرایش نمیکردم، چون ترم 4 2 ساله که میرم دانشگاه، حتی توی دانشگاه هم آرایش نمیکردم. ولی الان سر کار برای اینکه مشتری حس بهتری بگیره، اصلا نمیخواد یه قیافه خوابالو تو مخو ببینه، واسه همین آرایش میکنم. اینم از این تا اینجا. اینجوری روژگونش 2 تا رنگ صورتی و قرمز داره. اینم یه روژگونه هلوییه، از این هلوییه میزنم واسه سر کار مناسب تر. میچرخونیم، تپ 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 میزنیم، تپ 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 میچرخونیم، تپ 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 میزنیم، تپ 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 و همه جا رو میزنیم. برو 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 برو. خودمون رو با روژگونه میکشیم. طبق عادت اینو میزنم، دارم که فلور اینجا 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 تپ 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 اینجا و اینجا. اینجوری شدیم، بد نیست واسه یه آرایش روزانه و سر کار، چیز باحالیه. بعد میریم موهامونو میبندیم، لباسمون عوض میکنیم و میریم سر کار. ممنون که با هم حاضر شدیم تا بریم سر کار و ویدیومو دیدین. خدا نگهدار.